به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی با عریضه جوان 23 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 4 مارس سال 2023 تقریبا ساعت 16:30 هنگام در حالت مستی قرار داشتنش به نزدش مرد 36 ساله ساکن همین نوع آمده به یگان اساس به او در افتاده با بیل در دستش بوده به سر جبر دیده زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. اوید به حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع فردوسی عریضه زن 43 ساله ساکن نوع یووان وارد گردیده است که 25 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 12:20 هنگام در نزد بازار گنجینه شهر دوشنبه قرار داشتنش مرد 30 ساله ساکن نوع رودکی با طریق پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 12 پرو مکس را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 12000 سومانی را تشکیل می‌دهد. این چنین هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن نوع رودکی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 20 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 11:30 با طریق شکستن در به تاخانه انبارخانه مرد 32 ساله ساکن پایتخت درآمده از آنجا تجهیزات تکنیکی و اسباب‌های ساختمانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانده شده 25000 سومانی را تشکیل می‌دهد.